أينما كنا أينما الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سوره العصر یکی از سوره های مختصری قرآن کریم می باشه. البته به اعتبار الفاظ و آیات کوتاه‌ترین سوره یکی سوره العصر، دیگر سوره الکوثر می باشه. اما به اعتبار محتوا و مضمون یکی از سوره های بزرگ قرآن کریم است. امام شافعی رحمت الله علیه در اهمیت این سوره می فرماید: لو ما انزل الله حجة على خلقه الا هذه السوره لکفتهم. اگر الله تعالی بالای بندگانش به جز همین سوره حجتی پایین نمی کرد، همین سوره برشان کفایت میکرد. چون در سوره العصر اسباب سعادت، اسباب کامیابی انسانها و همچنان در مقابل از این اسباب ناکامی و زیان انسان بیان شده و انسان در دنیا و آخرت یا از اهل فلاح است و یا از اهل نقصان، یا از اهل هدایت یا از اهل گمراهی، زلالت. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر، قسم به زمانه. والعصر، قسم به زمانه. در کلمه والعصر چند چیزا باید بدانیم. اول حرف قسم، واو. دوم مقسم بهی، العصر. سیوم ذاتی که قسم یاد میکنه، حالف، الله تعالی. قسم از طرف الله تعالی به مخلوق از مخلوقاتش الله تعالی قسم یاد میکنه. الله تعالی به مخلوق از مخلوقاتش، مخلوقی که البته صاحب شأنش، صاحب بزرگی است، به این قسم یاد میکنه. و این را بدانیم که الله تعالی صاحب اختیار است، خالق است، اختیار داره به هر مخلوق از مخلوقاتش قسم یاد کنه و در قرآن کریم به بسیاری از مخلوقاتش قسم یاد کرده. والعصر والفجر والضحى واللیل و غیر قسم های بسیار زیاد دیگری. پس الله صاحب اختیار است به ذات خود یا به مخلوق قسم یاد کنه. اما مخلوق برش جایز نیست به جز خالق به احدی از مخلوقات قسم یاد کنه. چون رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند: لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. متفق علیه. شما به نام پدرهایتان قسم یاد نکنید. اگر کسی میخواد قسم یاد کنه فقط به نام الله تعالی قسم یاد کند یا اینکه خاموش بوده باشه. و در حدیث دیگری در سنن ترمذی می آید رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید: من حلف بغیر الله فقد کفر او اشرک. کسی به نام غیر الله قسم یاد کند در حقیقت یا کافر شده یا مشرک شده، به الله تعالی شرک آورده. البته نوع کفر یا شرک فرق میکنه. اگر محلوف بهی با شخص یا ذاتی که قسم یاد میکنه، مثلا قسم به کعبه، قسم به پیر، قسم به شیخ، قسم به روزی، قسم به آسمان یا زمین یا مخلوق از مخلوقات، اگر تعظیم ازی در قلبش مانند تعظیم الله تعالی بوده باشه، ایره بزرگ بپندارد، از این هیبت داشته باشه، خوف داشته باشه، پس در این صورت این کفر و شرک از جمله کفر و شرکی مخرج من المله است.
اما اگر در دل تعظیم نداشته باشه، تعظیم محلوف بهی، باز این صورت کفر و شرکی اصغر است. البته کفر و شرک اصغر هم گناه خرد نیست، از گناهان کبیره است، انسان باید از این خودداری کند. العصر، کلمه العصر مفسرین معنی مختلفی کردن. العصر به معنای زمانه، العصر همچنان نماز عصر، العصر همچنان وقت بیگاه، یعنی قبل از غروب آفتاب، قسمت آخری روز قبل از غروب آفتاب، و همچنان عصر روز و شب. پس راجی معنای اول یعنی زمانه است، چون زمانه همه از ایرا شامل میشه، وقت عصر، بیگاره، شب و روزه، و همچنان ماها، هفته ها، روزها و سالها، قرنها، همه از ایرا زمانه شامل میشه. قسم به زمانه ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان در تاوان است. الانسان اینجا جنس انسان مراد است، جنس انسان که همه انسان ها را شامل میشه، همه انسان هایی که دارای همی صفت بوده باشه اینا را همش شامل میشه. به دلیلی که استثنای بعدی وقتی که میایه جماعت خاصی را از این انسان ها استثناء قرار میدهد، از اینها مستثناشان میکنه. اما بعضی ها گفتن مراد از انسان اینجا کافر است، انسان کافر. قول اول راجح است. ان الانسان، یقینا انسان، جنسی از انسان، لفی خسرین، در تاوان است. انسان ها در تاوان هستند، همه تاوان دنیوی و اخروی. لفی خسر، کلمه خسر اینجا نکره آمده، شامل تاوانی دنیوی و اخروی میشه. در دنیا عمر خود ضایع کردن، به الله ایمان نیاوردن، اعمال صالح انجام ندادن. وقتی که انسانی که به الله ایمان نیاره، اعمال صالح اعمال صالح را انجام ندهد، در حقیقت عمر خود تباه کرده، در زیان بزرگ قرار گرفته و آخرت خود هم تباه ساخته. انسانی که در دنیا تباه کرد، خود در آخرت تباه است. والعصر ای مقسم بهی، ان الانسان ای مقسم علیه، یعنی جواب قسم، رابطه میان مقسم و مقسم علیه. زمانه با انسان رابطه‌ای بسیار محکمی دارد. انسان است که در زمانه آفریده شده، در زمانه زندگی میکند، در زمانه اعمال بزرگی را انجام میدهد. عبادت انسان در زمانه به زمانه تعلق میگیرد، در روز و شب 5 وقت نماز میخواند و حج انسان به زمانه تعلق داره، روزه انسان به زمانه تعلق داره، روزهای نفلی و روزهای همچنان فرضی، همه از اینها و حتی معاملات انسان همه به زمانه تعلق داره. پس انسانهایی که از زمانه استفاده درست میبرن و زمانه را به نفع خود استفاده میکنن، اینها از اهل فلاح هستند، اینها آخرت خود هم ساختن و در آخرت از اهل سعادت هستند. اما انسانهایی که در دنیا زمانه خود ضایع کردن، زمانه را بالای خود ضایع کردن، از زمانه استفاده نبردن، پس اینها در دنیا هم توانی هستند، در آخرت هم چنان. ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان در تاوان است. انسانها همه در تاوان هستند. الا الذين آمنوا، الا حرف استثناء، یعنی حکمی ما بعد از ما قبل جدا می سازد. یعنی انسانها در تاوان هستند مگر انسانهایی که بعد می آیند ذکر میکنیم اینها در تاوان نیستند. الذين آمنوا، مگر آن انسانهایی که آمنوا ایمان آوردن و عملوا الصالحات، عمل صالح را انجام دادن. آمنوا ایمان آوردن. ایمان چی را گفته میشه؟ ایمان گفته میشه تصدیقی قلبی را و همچنان اقرار زبانی را و همچنان عمل جواری را و با طاعات و بندگی ایمان اضافه میشه. هر اندازه‌ای که عمل صالح انجام دادی ایمان اضافه میشه.
و به گناه و اعمال قبیح ایمان کم میشه. پس در تحت ایمان اعمال صالحه شامل است. تعریف ایمان گفتیم عمل بالجوارح جزئی از ایمان است و عمل صالح را اینجا مستقل ذکر کرده، این گفته میشه عطف خاص بعد از آن. یعنی عمل صالح در تحت ایمان شامل است، داخل است، لکن بنا به اهمیتی عمل صالح این را مستقل ذکر کرد. چون انسان مسلمان دانسته نمیشه مگر به اعمال صالحش. نماز میخوانه میدونه که مسلمان است، روزه میگیره میدونه که مسلمان است، و همچنان حج بیت الله را انجام میده، به ظواهر ایره مسلمان حکم میکنه، اما اعمال قلبی را الله بهتر میدونه. اما اینجا شخصی که وصف شده و او از اهل خسران مستثنا قرار گرفته و مو شخصی است که اعمال باطنی و اعمال ظاهری هر دو موافق هستند. آمنو ایمان آوردن و عمل صالح را انجام دادن. عمل صالح در صورت صالح شده میتونه که دو شرطی اساسی داشته باشه. یکی خالص برای الله بوده باشه، دوم موافق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اگر این دو شرط یکی هم نبود یا هر دو نبود، او را عمل صالح گفته نمیشه. اگر چند به گمان خودش عمل صالح انجام بده. و از انسان‌هایی است که نمازها از پیش خود اختراع میکنن، نماز سعادت و نماز نور و نماز اسرار و نمیدان نماز کشف قبور و می کتابای اهل تصوف اگر خوانده شه با صدها قسم نماز دارن. اینا به گمانشان ما اعمال صالحه انجام میدیم. در مقابل دین الله اینا دین ایجاد کردن. نمازایی را که الله فرض گردانیده، رسول الله صلی الله علیه و سلم به ما او را سنت قرار داده، و اونا اکتفا نمیکنن، اینها از پیش خود نماز اختراع کردن. پس اینها همه کامل مخالفی سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و مخالفی روشی رسول الله صلی الله علیه و سلم می باشه. و تواصوا بالحق، و یکدیگر را توصیه کردن به حق. و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، این هم از جمله عطف خاص بر عام است. اینها همه ایده تحت اعمال صالحه شامل هستند، بنا به اهمیتی اینها را مستقل ذکر کرد. و تواصوا از این کلمه ایرا دانسته میشه که انسان هیچ یکی از انسانها کامل نیستن به جز انبیای کرام. انسانها به یکدیگر ضرورت دارن و آینه یکدیگر هستند. مسلمان آینه برادری مسلمانش است. پس اگر اشتباهی را در وجود برادر مسلمانش میبیند، او را از طریق توصیه به خیر، از راه درست و از راه نرمی آمده دلالت خیر میکنه تا اینکه اشتباه خود بگیرد، اصلاح کند. و همچنان کوتاهی در فرائض و واجبات الله تعالی دارد. این را به طریقه درست و نرمی توصیه میکنه تا اینکه پابندی اوامر الله تعالی بوده باشه. و گاهی شخصی که توصیه میکنه در خود مشکل داره، برادر دیگرش که او را توصیه کرده او مشکل در این میبینه، او هم این را توصیه به خیر میکنه. وقتی که یک دیگر توصیه به خیر داشتن، باز از این خود اصلاح میکنن، آینه یک دیگر قرار میگیرن. اما اگر توصیه از یک جانب بود و جانب دیگری خود مسئول توصیه ندانست، این در حقیقت نقص است و همچنان گریز از وظیفه است. بعضیا فکر میکنه امی وظیفه امر به معروف، اصلاح، وصیت، توصیه خیر، این فقط امی کاری علما است. علما بس توصیه کنن بس، دیگرها حق ندارد. نه خیر، هر مسلمانی که خیر را میداند، راه حق میداند، او مکلف است محق به طریقه درست به دیگرها برساند به قدر توانش. البته از توانش بالا نه، حق باید بداند که حق است، بل از او به قدر توانش دیگرها را به راه اصلاح و خیر و راه حق دعوت کند. مراد از حق اینجا توحید پروردگار است، عبادت پروردگار. یعنی یک دیگر توصیه میکنن به عبادت پروردگار، به یکتا پرستی. یا مراد
تمامی اوامر و منهیاتی که الله و رسول بیان کرده در کتاب و سنت همه عزیز، یعنی یکدیگر به اوامر و منهیات توصیه میکنن، به اوامر امر میکنن که کار خیر انجام بدی، از منهیات منع میکنن که از این کاری بد و از این کار زشت اجتناب بکن. و تواصوا بالحق همچنان اشاره به این داره که اگر وصیت ها توصیه ها به اساس کتاب و سنت نبوده باشه، به اساس خیالات باشه، به اساس خوابه ها بوده باشه، به اساس کشفیات بوده باشه، میگه پیر صاحب کشف کرد، یا به اساس گمان ها و زعم های دیگری بوده باشه، پس این توصیه به حق نیست، بلکه توصیه باطل است، توصیه گمراه کننده است. و تواصوا بالصبر و یکدیگر را توصیه به صبر میکنن. توصیه به صبر یعنی بعد از اینکه وظیفه امر به معروف و نهی از منکر انجام دادن، در این راه حتمی اذیت میبیند، حتمی حرف زشت میشنود، حتمی کسی فحش میگوید، اشنام میدهد، یا شاید لط و کوبش کنه، یا شاید به بند خانه ببرد. انواع اذیت ها متوقع است که انسان او را ببیند. پس در این صورت مسلمان ها، کسایی که صاحبان ایمان هستند، یکدیگر را توصیه به صبر میکنن، در مقابل همه اذیت ها تحمل داشته باشین، صبر کنین. الله تعالی پاداشی بزرگی را برای صابرین وعده نموده است. البته در تحت صبر اینجا انواع صبرها شامل است: صبر به طاعات، صبر در مقابل معصیت ها، صبر در مقابل مقدرات الهی، قضا و قدر، مرض ها و درد ها و آلام ها، همه از اینها. یعنی وقتی که برادری مسلمانش میبیند که به طاعتی صبر داره، تحمل داره، یا اینکه به طاعتی میبینه کسی اقدام میکنه، پس یکدیگر با صبر توصیه میکنه که در راه طاعت صابر بوده باشه، نشود که وسوسه های شیطانی ای را گمراه کنه که زمین طاعت منصرف شود. گاهی انسان یک عمل خیری را افتتاح میکنه، اقدام میکنه، مثلا یک مشروع خیری دارد، مسجد میسازد، یا اینکه یک چند تا یتیم کفالت میکنه، از یک طرف شیطان میاد وسوسه میکنه، میگه چی مال خود در جیب دیگران میاندازی؟ مال خود چرا ضایع بسازی؟ چرا به این مال رفتم سرمایه به خود جور نکنی، با فرزندان خود؟ ولی در حقیقت ای را فکر نمیکنه که این سرمایه بزرگی آخرتی است که برای خود میسازد. پس انسان در این کار خیر خود صابر بوده باشه. و همچنان روزه، مثلا انسان روزه میگیرد، خیلی روزه سخت است، در ایام خصوصا گرمی بوده باشد، روزه ها هم دراز بوده باشد، شیطان وسوسه میکنه چی میکنی؟ نفس خود در مشقت انداخته، برو پنهانی روزه خود افطار کو، چی مشکلی داره؟ ولی انسان وعده پروردگار پیش روی خود دارد و ایمان به الله تعالی دارد. ایمان از اجازه نمیده به می طاعت خود ای صابر می باشه، اجازه نمیدهد که رفته پنهانی افطار کنه و وسوسه شیطانی و او عمل کند. و همچنان معصیت، انسانی از تنومند، صاحب مال و ثروت و قوت و همچنان قدرت، معصیت برش آماده است، لکن در مقابل این معصیت صابر است. قسم یوسف علیه السلام همه اسبابی معصیت برش آماده بود، اما در مقابل معصیت صبر کرد، تحمل کرد. الله تعالی از جمله بندگانی خاص خود او را قرار داد. و همچنان صبر در مقابل مرضها و گرفتاری ها و همچنان مقدرات الهی، قضا و قدر. انسان نفس خود از دست میدهد، یا به مرضی مبتلا میشه، یا فرزند خود از دست میدهد، یا اهل و فامیل خود، پدر خود، مادر خود و غیره مصیبت های دیگری که در زندگی پیش میشه، در مقابل همه از اینها صبر و تحمل داره و یک دیگر توصیه میکنن. وقتی که مسلمانی به مصیبتی گرفتار شد، برادری مسلمان دیگری میاد او را توصیه به خیر میکند.
از این سوره بعضی درس‌های استفاده میشه و اینا به شما میگذاریم که درس‌هایی که از سوره استفاده میشه. هر یکی خودتان اجتهاد کنید و فواید بیرون بکنید. بارک الله فیکم.